خدا را سپاسگزار هستیم فرصت زیر پیدا میکنیم که دقایق یا لحظات از عمر خود قیمتی بسازیم یا بر خدای متعال گران بفروشیم. چرا عمر انسان خوب بخوایم یا نخوایم تیر میشه و اکثرا ضایع میشه. مصرفیت های روزمره و به اصطلاح معمولی ما طوری است که ما اکثرا از عمر خود استفاده درست کرده نمیتونیم. بیشتر ساعات و روزها و ایام در کارهای معمولی و ضروریات های عادی تیر میشه که مثل خورد و نوش و خوابیدن و راه گشتن و به اصطلاح سیاحت و مجلس های بدون مطلب و بدون معنا و تشویش های ناحق و بیجای و به ترتیب سرگرمی هاست. و این بدبختانه عمر اکثر ما را ضایع میسازه بدون از اینکه کدام دستاورد داشته باشیم. آیت مبارکه والعصر ان الانسان لفی خسر امیر به ما یاد میده، میگه قسم به زمان یا قسم به عمر انسان که هر فرد تیر میکنه جنس انسان در زیان است. این خدای متعال میگه چیزی که بشریت است عمر خود ضایع کرده است و تاوان میکنه بدون از اینکه کدام محصله داشته باشه یا کدام دستاورد داشته باشه. باز کسایی که به خدا ایمان میارن و با خدا ارتباط می داشته باشن و به این حقیقت پی میبرن و همچنان عمل صالح و شایسته انجام میتن و در این را باز دعوت میکنن و به دیگران میپردازن، اینا را خدا استثناء قرار میده. متبقی مردم از هر جنسی که باشه، عالم باشه، دانشمند باشه، ثروتمند باشه، قدرتمند باشه، آدمای بسیار مشهور باشه، در هر سطحی که قرار داشته باشه میگه عمرشان نابود است، هیچ چیزی به دستشان نمیاد. ظاهرا گمان میکنن که یک انسان خیلی بزرگ شده، یک انسان بسیار مطرح شده، یک به اصطلاح شخصیت شده که به زعم خودش مرکز ثقل زمین است یا حتی مرکز ثقل کائنات است، کل چیزا به این مربوط میشه، در حالی که تو نیست. اینا یک احساسات توهم آمیز خود انسان است. انسان غلط میکنه، اشتباه میکنه، فکرش منحرف میشه، یک چیزی نیست، میگه برابر یک ذره ارزش نداره در زندگی و هستی. او فقط میخوره، مینوشه و منتظر مرگش است، بس خلاص. این دوی یک بستر کسایی که باز حقیقت ضرورت رفتن به سوی خدا را درک میکنه، حقیقت ابدیت را درک میکنه و به این خاطر تلاش میکنه، زحمت میکشه، بدون شک از هوشیارترین و از بهترین انسان‌های زمان حساب میشن.